سلام دوستان، امروز میخوایم ترقه اکریل سرنج درست کنیم. وسایل مورد نیاز: نایلون، سنج، چسب و پودر اکریل سرنج که شما میبینید. اول اکریل سرنج را میریزیم. زیاد شد، ببینیم. سنجا رو میزنیم اینجوری بکشم که به اینجا جای دیگر نزن. اینجوری برمی داریم، اینجوری توی دستمون اینجوری میکنیم. نزن، ببینید، ببین اینجوری باید باشه. بگیر. بعد اینجوری برمی داریم، ترکمون رو اینجوری میکنیم. ببینید. بعد چردیم، چسب را برمی داریم، بعد میزنیم به دور ترکه که ساختیم. چسب را اینجوری توی دستتون نگه دارین تا اذیت نشوین. اینجوری بکنین. باشه، زاد ببرم باش بده. این اکریل سرنجی شد کوچولویی. بعداً ویدیو تستشو براتون